به نام خدا با تقدیم سلام و خسته نباشید خدمت همه شما شاگردای عزیز. خدا کنه همتان خوب و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، امروز یک درس جدید از مضمون بیولوژی صنف 11 هم میخوانیم. این درس ما درباره پستانداران، مشخصات و طبقه بندی اونا شامل صفحه 126 الی 128 کتاب بیولوژی صنف 11 هم هست. شاگردای عزیز، کتاب هایتان باز کنین و دقت داشته باشین. موضوعات درس امروز ما مهم هست و بسیار هم ساده هست. با یک بار دقت کردن همه موضوع درس امروز را شما یاد میگیرین. قسمی که گفتم پستانداران عنوان درس امروز ما هست. ما درباره کلاس پستانداران امروز میخوانیم که عبارت از کلاس پنجم از حیوانات فقاریه هست. ما در مورد کلاس ماهیان، ذوحیاتین، خزندگان و پرندگان صحبت کردیم. کلاس پنجم حیوانات فقاریه را هم پستانداران تشکیل میده. امروز درباره پستانداران ما بحث خواهد کردیم. و طور کلی شاگردای عزیز، پستانداران عبارت از حیوانات عالی و پیشرفته هستند. از نظر سیستم ها، از نظر ساختار بدن، از نظر فعالیت ها، ما اینا را حیوانات پیشرفته و عالی قرار میدیم. شاگردای عزیز، جنس مؤنث در پستانداران دارای پستان می باشه. به همین خاطر این موجودات به نام پستانداران یاد میشه و توسط پستان خود به چوچه ها شیر می دهد. پس شاگردای عزیز، تمام این موضوعات مرتبط به خود گروه پستانداران هست که همین خصوصیات دارا می باشن. ما می خواهیم مشخصات عمومی را مطالعه کنیم که پستانداران دارا می باشن. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اول از همه میگیم بدن پستانداران کم و زیاد توسط پشم پوشیده شده. یعنی پشم دارن و توسط پشم سطح بدنشان پوشیده شده. بدن اونا دارای غدوات هست. این غدوات را گفته میتونیم غدوات شیری، غدوات روغن، عرق. تمام این غدواتی هست که موجود هست و در بدن پستاندار قابل دید هست. شاگردای عزیز، دیگه خصوصیات را گفتم میتونیم که پستانداران گردنشون از فقرات ساخته شده که تعداد این فقرات به 7 فقره میرسه یا 7 مهره میرسه. و همچنان گفتم میتونیم از نظر اندازه و سایز بعضی از اونا بزرگ هستن، بعضی ها کوچک هستن. تفاوت‌های بین پستانداران از نظر سایز و اندازه هم موجود هست. همچنان گفتم میتونیم بعضی از پستانداران دارای دم دراز و متحرک هست، یعنی قابل حرکت دادن هست. به هر طرف اونا میتونن دم خود حرکت بدن و اکثرا هم گفتم میتونیم که دم اونا دراز میباشن. از خصوصیات دیگه ای که مرتبط با پستانداران از گفتم میتونیم دندانهای اونا به اساس مواد خوراکه فرق میکنن. از مواد خوراکی که اونا استفاده میکنن نسبت به همون موضوع دندان مشخص به همین خوراک خود دارن. یعنی او عده پستاندارانی که علفخوار هستن طبعا نیاز نیست که دندانهای خیلی تیز و برنده و قوی داشته باشن. اما او عده از پستاندارانی که گوشتخوار هستن باز تفاوت‌ها در اونا موجود هست که این موضوع مرتبط به نوع خود پستاندار هست. اگر ما پستانداران از نظر سیستم ها در نظر بگیریم و از نظر اعضای بدن در نظر بگیریم، گفتم میتونیم که سیستم دوران خونشان بسته هست. قلب دارن، قلبشان 4 جوف داره، یعنی یک قلب 4 جوفی دارن و سیستم دوران خون بسته دارن. توسط اعضای به نام ششها تنفس میکنن، یعنی تنفس توسط ششها صورت میگیره، توسط جلد، توسط برانش ها صورت نمیگیره. اعضای مشخصی به نام شش به خاطر تنفس دارن. همچنان گفتم میتونیم که همین تنفسشان قسمی هست که ساختار بدنشان از حنجره به طنابهای صوتی وصل هست و باعث میشه که عمل تنفس را اینا انجام داده بتانن. شاگردای عزیز، حنجره هم دارن و حنجره اونا دارای طناب صوتی می باشه. این هم نشان میده که میتونن صدا از خود خارج کنن و یک خصوصیتی مختص به پستانداران هست که البته پستانداران مختلف انواع مختلفی از همین صوت را میتونه که داشته باشه.
از نظر دیگه ساختمان ها گفته میتونیم قفس سینه و شکم اونا توسط حجاب حاجز، یک پرده ای که به نام حجاب حاجز یا دیافراگم یاد میکنیم، توسط دیافراگم از هم جدا شده، یعنی دارای ساختمان های قفسه سینه و ساختمان های جوف شکم می باشن. همین ساختمان های صدری و بطنی اینا توسط یک پرده جدا شده. ما او را به نام دیافراگم یاد میکنیم یا هم به نام پرده حجاب حاجز یاد میکنیم. از نامش هم معلوم هست همین پرده حجاب حاجز یک پرده هست، پرده عضلاتی هست و باعث شده که صدر و شکم را از هم دیگه جدا کنه، یعنی سینه و شکم را از هم جدا کنه. همچنان شاگردان عزیز گفتم میتونیم که در پستانداران سیستم اطراحی وجود داره و اعضای خاص اطراحیه دارن، مساند دارن و عمل طرح مواد از بدنشان صورت گرفته میتونن. از نظر سیستم عصبی هم گفتم میتونیم از اعصاب ساخته شده، اعصاب را در بر میگیره و تعدادش به 12 جوره رسیدن میتونه. 12 جوره عصب در این موجودات وجود داره. و همچنان شاگرد عزیز مشخصه دیگه ای هست که مغزشان خوب نمو کرده. به خاطر ای که مغزشان خوب نمو کرده نسبت به خیلی از موجودات زنده دیگه یا حیوانات دیگه اینا پیشرفته تر محسوب میشن. اما اول براتون گفتم که اینا حیوانات پیشرفته و عالی هستن. یک وصفی که دارن همین هست که مغزشان خوب نمو کرده و انکشاف کرده. از نظر جنس مذکر و مؤنث هم گفتم میتونیم که جنس های مذکر و مؤنث اونا جدا هست، اعضای جنسی هم در اونا خوب انکشاف کرده و القا هم واقع میشه. القایی که صورت میگیره القایشان داخلی هست. پس زمانی که تخم القا شد، تخمه القا شده در رحم نگهداری میشه، مراحل جنینی را در رحم مادر سپری میکنن تا زمانی که کامل شوه و آماده و تولد شدن باشه. پس به همین خاطر ما میگیم که اعضای جنسی هم خوب انکشاف کرده و هم گفتم میتونیم که القای داخلی دارن. تمام مراحلی که همو تخمه انکشاف میکنه و القا شده از همون زمان القایش گرفته در رحم جنس مؤنث نگهداری میشه الی زمانی که تمام مراحل جنینی را طی کرد، مکمل شد و آماده تولد باشه. خب شاگرد عزیز، حالا درباره طبقه بندی این گروه از حیوانات بحث میکنیم. طبقه بندی حیوانات پستاندار چه قسم هست؟ پستانداران از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم میشه. اولش به نام علفخواران، بعد به نام گوشتخواران، سوم را هم به نام همه چیز خواران یاد میکنیم. موجودات زنده‌ای که شامل پستانداران میشه و علفخوار هستند را به نام علفخواران یاد میکنیم. موضوع مهمی هست که علفخواران از علف تغذیه میکنن، از گیاها تغذیه میکنن و اصلا از گوشت باب استفاده نمیکنن. مثال هاش مثلا گاو، مثلا گوسفند عبارت از پستانداران علفخوار هستند. نوع دوم را به نام پستانداران گوشتخوار یاد میکنیم. مثلا سگ، پلنگ، گرگ انواع گوشتخواران هستند که از گوشت موجودات دیگه تغذیه کرده میتونن. نوع سوم هم عبارت از همه چیز خواران هستند. اینا که هستن هم از علف هم از گوشت تغذیه کردن میتونن، به نام همه چیز خواران ما اینا را میشناسیم. هر کدام اینا که به نام علف خواران، گوشت خواران و همه چیز خواران ما یاد میکنیم یک اصطلاح داره. ما علف خواران را به نام هربیورس یاد میکنیم، گوشت خواران را به نام کارنیورس و همه چیز خواران را هم به نام اومنیورس یاد میکنیم. این طبقه بندی بر اساس ای بود که پستانداران چطور میتونن غذا تهیه کنن یا از غذا استفاده کنن. یک طبقه بندی دیگه هم برای پستانداران وجود داره، اون را میگیم به حساب چوچه دادن. بعضی از گروه پستانداران تخمگذار هستن، یک عده‌اش هم چوچه دهنده هستن. پس به همین اساس هم 2 گروه تقسیم میشه، پستانداران تخمگذار و پستانداران چوچه دهندگان. امیدوار هستم تا این قسمت درس یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، ما روی پستانداران صحبت کردیم، مشخصاتش را بحث کردیم و درباره طبقه بندی پستانداران هم صحبت کردیم. خب شاگردای عزیز، حالا درباره هر کدام اینا صحبت میکنیم.
پستانداران تخمگذار و چوچه دهندگان کدام انواع را در بر میگیره و به کدام پستانداران گفته میشه. اولش را گفتیم پستاندارانی که تخمگذار هستند. این حیوانات را گفتم میتونیم شاگرد عزیز که تخم میگذارن و زمانی که چوچه ها از تخم خارج میشه از پستان مادر شیر میخورن، تغذیه میشن. دلیل از این که این موجود پستانداران هم گفته میشه امی هست و تغذیه همو چوچه که از تخم خارج میشه توسط پستان مادر هست. بیشتر این نوع حیوانات در مناطق پیدا میشه مثل مناطق استرالیا، نیوگینه، عبارت از ساحاتی هست که انواع بیشتر پستانداران تخمگذار در اونجا موجود هست. یک مثال بر شما میتونم مثلا اگر یک نوع خارپوست در نظر بگیریم، خارپوستی به نام خارپوست مورچه‌خور که اکثرا همه ما و شما بیشتر با نام خارپشتک آشنا هستیم، در اصل نامش خارپوست هست. همین خارپوست مورچه‌خور یا خارپشتک یک مثال از یک پستاندار تخمگذار هست که تخم میگذاره و بعداً از او چوچه خارج میشه. شاگردای عزیز، یک مثال دیگه از حیوانات پستاندار تخمگذار عبارت از دکبل پلاتیپوس هست. دکبل پلاتیپوس یک حیوان است که شامل گروه پستانداران میشه و شامل کلاس پستانداران تخمگذار می باشه. نوع دیگر را به نام پستانداران چوچه دهنده یاد کردیم. پستانداران چوچه دهنده را هم ما میاییم و به دو گروه تقسیم بندی میکنیم. دو گروه چوچه دهندگان وجود داره. یکیش را به نام کیسه داران میگیم و گروه دوم را به نام جوره داران یاد میکنیم. کیسه داران و جوره داران دو نوع متفاوتی می باشه که هر کدام دارای مشخصات خود می باشه، اما به طور کلی ما هر دویش را در جمله چوچه دهندگان حساب می کنیم و از جمله پستانداران می باشن. همین جوره داران را به نام پلاسنتا داران هم یاد می کنیم. پلاسنتا و جوره هر دویش یک مفهوم را داره و کاملا هم مترادف هم دیگه هستند. پس یکی را به نام کیسه داران گفتیم و دیگر هم به نام پلاسنتا داران ما یاد کردیم. از اون جمله امروز حیوانات کیسه دار را میخوانیم. شاگردای عزیز، حیوانات کیسه دار یک نوعی از چوچه دهنده ها هست که جنس مؤنث این حیوانات در قسمت پیشروی شکم نزدیک پاهای عقبی یک ساختمانی داره که ساختمان شبیه کیسه هست. ما میگیم ساختمان کیسه مانند داره و نوک پستانهای اونا در داخل کیسه می باشه. زمانی که همون چوچه از تخم خارج میشه در همین قسمت قرار گرفته و از پستان تغذیه میکنه. شاگردای عزیز، زمانی که این موجودات چوچه میده، چوچهشان اکثرا بسیار کمزور و کوچک هست. به اون خاطر مادر اونا همین چوچه خود در داخل این کیسه میمونه، در اونجا تغذیه میشه. قسمی که گفتم از پستان مادر تغذیه میکنن و محافظت میشه در همین قسمت. پس این موضوع برای ما این را میرسانه که خود همین موجوداتی که پستانداران هستن این خصوصیات را دارا میباشن و چوچه هایشان به همین شکل در داخل این کیسه پرورش مییابن و محافظت میشن و تغذیه در این قسمت صورت میگیرن. همچنان شاگرد عزیز، چوچه تا وقت زیاد در داخل اینمی کیسه می باشه و ما گفتم میتونیم که به همین خاطر اینا به نام کیسه داران یاد میشن. اکثر حیواناتی که در کیسه داران شامل هست عبارت از حیواناتی هست که در آمریکای جنوبی و استرالیا یافت میشه. در این ساحات بیشتر کیسه داران وجود داره و هر کدام اونا عبارت از موجوداتی هستند که پستاندار می باشن و همچنان چوچه دهنده هستند و گفتم میتونیم کیسه داران حساب می آین. مثال هاش مثلا یک نوعی را که ما شما خیلی با او آشنا هستیم عبارت از کانگورو هست. شما اگر تصویر کانگورو را ببینین یک کیسه در قسمت پیشروی خود داره و همو چوچه در همو قسمت نگهداری میشه، از او حفاظت میشه. خود کانگورو یک مثال برای کیسه داران هست. مثال های دیگه مثلا گفتم میتونیم اپوسوم هست. اپوسوم یک نوعی از کیسه داران هست و یک نوع خرس که به نام کوالا یاد میشه. خرس کوالا یا کوالا بیر عبارت از نوعی هست که
مثال به پستانداران کیسه دار محسوب میشن. امیدوار هستم همه این موضوعات یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، ما درباره پستانداران بحث کردیم، مشخصات عمده و اساسی که شامل میشد را گفتیم و همچنان درباره موضوعی که مرتبط به ای بود، ای پستانداران چگونه تولید مثل میکنن، تکثر چه قسمی هست، تخمگذار و چوچه دهنده ما تقسیم بندی کردیم. تخمگذار را هم انواع و مثال هاش یادآور شدیم و چوچه دهنده ها را هم به کیسه داران و جوره داران تقسیم کردیم. مثال های کیسه داران را گفتیم که کانگورو هست، خرس کوالا و اپوسوم می باشن. درباره پلاسنتا داران یا جوره داران روز بعدی می خوانیم و مثال های بیشتری درباره پستانداران روز آینده ما بحث خواهد کردیم. فعلا درس ما همینجا ختم هست. شما درس امروز را تکرار کنین در خانه، خوب بخوانین و بر شما کارخانگی که میتونم عبارت از این هست که شما درباره پستانداران یک موضوع نوشته میکنین، هر چیزی که برداشت کردین از درس امروز درباره طبقه بندی اونا، درباره تغذیه و انواع مختلف موضوعاتی که ما امروز صحبت کردیم شما نوشته میکنین و روز بعدی با خود میارین. تا درس بعدی و موضوع جدید همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.